شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. یک نقطه خیلی مهمه که باید هر یکی ما به آن توجه کنیم این است که در داخل عائله به کشت محبت آغاز کنیم. چطور ما در خانه مناسبت محبت آمیز و غمخوارانه ایجاد کنیم؟ اگر تو پدر باشی پس برایت ضرور است که به قلب فرزندانت راه یابی. اگر تو شوهر باشی پس برایت ضرور است که به قلب زوجه‌ات راه یابی. اگر تو زن باشی پس برایت ضرور است که به قلب شوهرت راه یابی. و اگر تو فرزند باشی پس برایت ضرور است که به قلب برادران و خواهران و والدانت راه یابی. هر خانه‌ای که بر پایه محبت بنا نشده باشد چنین خانواده کمبودی دارد. گذشته از این بعضی ها کوشش میکنند که فضای خانواده را بیاموزند، در حالی که تو این را هیچ وقت کرده و تأثیر رسانیده نمیتوانی تا آن دمی که قلبهای آنها نسبت تو گشاد نباشند. اول قلب آنها را بکشا. اما چه خیلی ما باید قلب آنها را کشاییم؟ مردم بعضا وقت میگویند من 20 سال میشود که مناسبتم را با زن و فرزندانم بهتر کرده نمیتوانم. ما به او میگوییم تو این را ادامه میدهی تا آن زمانی که نمیری. ما باید این را عین حال بس کنیم و کشادن راه به قلب آنها را آغاز کنیم. قلبها حتی اگر 100 سال آنها بسته شده باشند آنها را کشادن ممکن است. الله میگوید به درستی که الله سرنوشت قومی را عوض نمیکند مگر اینکه آنها خود آن را تغییر ندهند. از این رو قلبها را تغییر دادن ممکن است. ما نباید که از الله ناامید شویم. با تبسم آغاز کن، با محبت، با غمخواری، با هدیه، چنانه که در حدیث آمده است به همدیگر هدیه دهید تا یکدیگر را دوست دارید. با احترام با همدیگر نشینید، زیباترین علاقه را برپا کنید. با احوال پرسی یکدیگر، تحصیلتان چگونه رفته ایستاده است؟ مناسبتت با همسرت چه خیلی است ای فرزندم؟ فرزندانت چه حال دارند؟ بگذار فرزند از حال پدر و مادرش پرسان شود، بپرسد که آیا آنها به کمک نیاز دارند. ما باید کلمه و عباره های نرم را استفاده بریم. من در خدمت شمایم. چطور میتوانم شما را از خود شاد کنم؟ ای فرزندم کایها باز تو را نشنیده بودم. من این طور بگذار کلان برای خرد کمی خرد شود و خرد برای کلان کمی کلانتر. من این خیل ما باید نسبت یکدیگر محبت را برپا کنیم. به خانواده پیامبر خانواده محمد صلی الله علیه و سلم نگرید. ایشان 9 زن داشتند و همه آنها او را دوست می داشتند و آنها نیز به قلب ایشان محبوب بودند. بله بعضی از همسرانشان را شاید از دیگر همسرانشان دیده زیادتر دوست می داشتند، اما ایشان همه آنها را دوست می داشتند و آنها نیز در جواب دخترشان فاطمه را چگونه دوست می داشتند، حسن و حسین را چه خیلی دوست می داشتند و آنها ایشان را. من چه خیلی ضرور است که ما باید عائله را در اساس و پایه محبت برپا کنیم. ما باید درهای غمخواری را بهر یکدیگر باز کنیم. این است محبت برادران و خواهران من، خصوصا پدران و مادران. این گونه محبت با سفر تابستانه به کجای به دست نمی آید، ولی آن به واسطه نزدیکی دائمی به همدیگر، علاقه دائمی و مهر و شفقت به همدیگر به دست می آید. خاطره های زیبای گذشته تنها با یک سفر کردن تشکل نمی یابند. خاطره های زیبا همیشه تشکل می یابند با علاقه نزدیک و گرم. از این رو ما می بینیم که بعضی فرزندان هنگام مرگ والدانشان در سر قبرشان گریه می کنند، زیرا در روزهای آخر حیات والدانشان به او مخصوصا نزدیک بودند. نزدیکی من آن چیزی که محبت می آورد، نه آنی که تنها با همدیگر خوش باشیم. شبکه های اجتماعی و یا صورت‌هایی که یک جای گرفته ایم. من خود و شما را به تفکر کردن دعوت میکنم. آیا عائله ما در اساس محبت بنیاد شده است؟ آیا بینمان محبت هست؟ اگر باشد پس چه خیلی آن را زیاده کنیم و اگر نباشد پس چگونه آن را به دست آوریم؟ چطور محبت را در خانه برقرار کنیم تا اینکه بعد نتیجه های عجیب را ببینیم؟ از الله طلب آن را دارم که قلبها را در خانواده ها بین زن و شوهر، فرزندان و والدان نرم کند. بگذار الله خانه های ما را خانه های پر از مهر و محبت و طاعت الله گرداند. و سلام و رحمت الله بر پیامبر ما.